محل برگزاری تحسن میلاد محمدی برادر شهریار محمدی، میدان ملسمند. این برف و سرما اومدن توی میدون ملسمند تحسن کردن. درخت کریسمسی که به محل تحسن میلاد تبدیل شده توی میدون ملسمند. سلام. ما امروز از طرف سازمان سیمرغ به دعوت میلاد محمدی برادر شهریار محمدی که در میدان ملسمند تورنتو تا روز شنبه قراره که در تحسن باشه برای محکوم کردن اعدام‌هایی که در ایران داره اتفاق میفته، اینجا اومدیم که در کنارشون باشیم، حمایتمون رو حتما اعلام بکنیم. حضور ما در این روستا، در این جور جمع‌ها خیلی مهمه. به خاطر همین روز شنبه قراره که تظاهراتی هم برنامه ریزی بشه برای محکوم کردن اعدام‌ها. ازتون خواهش میکنم که حتما به این فراخوان شرکت بکنیم. بار دیگر خیابان‌های شهرهایی که در اون زندگی میکنیم رو پر بکنیم و ما هم در کنار مردم داخل ایران اعتراضمون رو و همبستگیمون رو باهاشون اعلام بکنیم. برادرمو کشتن به یک صورت حمله سیستماتیک سپاه پاسداران که خودم شاهد این قضیه بودم و خودم پای چپم 2 بار بهش شلیک شده و به مادرم شلیک کردن و اینه که ما خودمون جزو این شاهدای عینی این موضوع بودیم و دوباره درخواستمون از جامعه جهانی، از غربی، از دولت کانادا هستش که دست سپاه پاسداران رو در این کشور دموکراسی کوتاه کنه و اینا رو تو لیست تروریستی قرار بده. ما شنبه اومدیم اینجا برای اینکه بتونیم جلوی اعدام رو بگیریم، ولی جمع شدن ما هیچ دردی نمی‌کنه. فقط اینجا هستیم برای اینکه اعتراض کنیم، برای اینکه فقط بگیم شاکی هستیم از این همه اعدام. فقط همین. دستهایش را، پاهایش را به دیرک میبندند و فرمانده فریاد میزند باران و رگبار است که از هر سو میبارد بر او. طوفان و رعد که از صدا افتاد در خاکستر باقی از دیرک. پوتین فرمانده پی چیزی میگردد شبیه آتش. مردم فریادش میکنند. آتش با هیچ اعدامی، هیچ مخالفتی فروکش نکرده. هر کسی رو که بکشن صدها و هزاران نفر به جاش فریاد میزنن. ما اینجا هستیم فقط که فریاد بزنیم نام اون کسایی که اعدام شدن برای اینکه بخوان به حق خودشون برسن. فقط همین. ممنون برای حضور همیشگی. خواهش میکنم، عاجزانه خواهش میکنم، فارغ از هر عقیده و باوری، فارغ از هر عقیده و باوری، باور کنید پرچم جای خودشو داره، ولی عکس این عزیزان خیلی با ارزش داره. ما با این مردم ما ایران هستیم، بدون این عزیزان ما ایران نیستیم. کسانی که ادعای ایرانی دوست رو دارن باید در این روزها خودشون رو نشون بدن. شاید ما 1 ساعت جلوی سرما باشیم، ولی شاید دل مادر محمد قبادلو رو 1 لحظه گرم کنیم. 1 لحظه. ما باید جلوی این درنده رو بگیریم. داره هر روز میکشه، داره هر روز میکشه. برادر منو کشت، رفیقای منو کشت. من شاهد این قضیه بودم، شاهد این موضوعات بودم. امجد عنایتی، میلاد معروفی، شهریار محمدی و رفیقای دیگه روی دسته خودم کشته شدم، روی دسته خودم رو زخمی کردم. واقعا ما عذاب داریم میکشیم. داری چجوری آقا ازتون بگم من کرد تجزیه طلب نیستم، به خدا تجزیه طلب نیستم، به انسانیتم تجزیه طلب نیستم. هر روز دارم برادرای ما رو میکشن، هر روز دارم برادرای ما رو میکشن. درود بر همه هموطنهای عزیزم.
میلاد محمدی هستم، برادر جاویدنام شهریار محمدی که از دیشب 2-3 ساعت قبل کشتار دوباره جمهوری اسلامی که محمد قبادلوی عزیز رو کشت و اعدام کرد من اینجا جمع شدم که صدای این عزیزان باشم. ولی متاسفانه خبر کشتار این عزیز به ما رسید. من تا روز شنبه اینجا هستم و 24 ساعته هستم و روز شنبه در نظر کلی داریم با همه گروه‌های تورنتو، همه فارغ از هر عقیده و باوری در کنار هم دیگه جمع بشیم مثل پارسال که چقدر کار بزرگی کردید و چقدر صدای بزرگی از ایران نشون دادید به جامعه جهانی. دوباره میخوایم برگردیم اون داخل ایران، اون حس داخل ایران و صدای مردم باشیم. 12 تن از برادرهای ما در معرض 100% اعدام هستن. دیشب 2 تا از برادرامون رو گرفتن. 12 تا کشتار دیگه در راه هستش. تقاضامندم، التماس میکنم از همه هموطنهای عزیزم بیایید به ما بپیوندید. شاید 1 ساعت از هفتتون برای این قضیه وقت بذارید، ولی میدونید که چقدر کار بزرگی کردید. مردم داخل ایران از جونشون، از زندگیشون، از همه چیشون مهم میذارید. شما فقط تو هر هفته 1 ساعت وقت بذارید. ما روز شنبه تظاهرات داریم، تا امشبم وقت و مکانش رو میذاریم و اعلام میکنیم. خواهشمندیم به ما بپیوندید و تا روز شنبه ما اینجا هستیم 24 ساعته. هر وقت هر کی خواست ما اینجا در خدمت هستیم. Killing in Iran! Stop 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 execution in Iran! Stop execution in Iran! Stop executions in Iran! Stop executions in Iran! Stop executions in Iran! Stop executions in Iran! Democracy for 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 Iran!